سلام دوستان گرامی، هواداران زبان‌های خارجی. درسی سیوم است از درس‌های زبان ترکی برای نویادگیران. خب یک لحظه تو دیگران آمدن، تو دوستان جمع شدن، یک لحظه ما کتاب بکشایم، یک آمادگی بینیم. Сайругаш ТВ якум лайк. Ташаккури зиёд барои лайктон. Салому алейкум ва алейкум салом. Сайругаш ТВ хуш омадем. Салому алейкум ва алейкум салом. Сайругаш ТВ хуш омадем. Firdevs Muminov merhaba. Merhaba Firdevs Muminov. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? خب Firdevs Muminov می‌نویسن شok تشکرler. شok خب çok می شود. çok teşekkürler می شود. خیلی خوب، همیشه خدا کنه که çok خوب باشین.
Сайругаш ТВ овозутун саду додост. Бале ҳозир аз ҳамун ютуб гирёв бухудаш овоза паст кардем. Ҳозир чӣ кашид? Ҳозир созай? соз бошад беҳтарин. خب دوستان گرامی، بار دیگر همتون خوش آمدید میگیم. درس سوم زبان ترکی است برای آدمان نویادگیر، برای کسانی که نو میخواهند این زبان از خود کنند. فقط یک دقیقه ما نمیشه راستی بیرون دابدیم، نو آمدیم ای بیرون این با سیرگاش رفته بودیم، نو رسیدیم دیگر کمتر دیرتر هم شید. کازان تیجه ششون لایک، تشکر زیاد اپای کازان، خوش آمدین. خب زبان ترکی بله کازان تیجه السلام علیکم دوستان عزیز، همه کسا خوبه نغزین؟ و علیکم السلام، شکر خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین پس هازین؟ استاد سلامت باشی. کلین سازه جنکا سازن، شکر خدا خوبن تنجم، الحمدلله که سازن. شما نازین پس سازین؟ Муҳоҷирбача, привет всем, друзья. Ассаламу алейкум, Таджикистан. Ва алейкум ассалам, привет. Добро пожаловать, Муҳоҷирбача. Худоро шукр, соз. Ҳокимҷон, хуш омадед додарам. Хоб, мо ҳам қариб омадем. Иншалло ки ҳозир экрана мекушоем. вале имрӯз дарстона маҳкам кардем-ку, ай пушти дар гап задесен. چه خیلی درس مونو محکم کردیم، ولی امروز درتونو محکم کردیم. نه محکم نکردیم کو. ای چی را میگه؟ تخته کشوله شما را خوش آمده کردید. یعنی میگیم خوش آمدین.
خب یوسف جان حمیدوف هفتم لایک. سلام استاد و علیکم سلام. تشکر برای لایکتون. خوش آمدین. موجه بچه خوش باشی. رحمت اپا سلامت باشی. سمیت تجیب برسی. مرحبا hocam nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Kazantıcı ustad dar uygun daroyim. Dar şoda hai. Apay kazan merhamet ne? Semiye tecrübe rasi haştım like. Teşekkür ziyad. Mojer bacha fahmo. Nahum like babugi. Teşekkür ziyad. Kazan tecrübe ustad mega خوش آمدین. نکی در پوشیده 6 تا که هیچ کس نداره. لازم یکشون داره. این درس ما باید پیشکی آماده میکردم، تیار میکردم، برای شما تهیه میکردیم. از بس که بیرون رفته بودیم، یعنی شهر تماشا رفته بودیم، دیگر دیر برگشتیم. همون خاطر و زمان حبقه که باید این روز درس بگذاریم اون را جواجو کردستم. بذار انشالله که سر میکنیم. خب تمام. درک بکشویم اکا. بیاین درک بکشویم. خب درک شدیم. خوش اومدین. سمیه تجیب رسی ایم hocam teşekkür ederim. Kazan tecih zebocum kujor şudik hu. Semiye tecib rasi salam apay kazan sozin خوبین. موجه بچک اپای کازان تجی اپای کازان تجی اپای 15 چی حال دارم گپ زدم. کازان تجی سمیه جان سلامت باشی. خواهر جانی اپاش سوزین شما نغزین. پسر خود یو با همین جایم اپای جان کازان. یوسف جان حمید استاد زبانی ترکیه حاضی درس. بله حاضی زبانی ترکی را سر میکنیم. درسی سیمه. درسی سیوم. خب دوام ettim. سمیت جوزی رحمت اپاجون شکلی خدا سوزدین. شما سوزین خوبین فرزند خوبان. کازان تجی حکیم جان $15 اپاشون گذاشتن. وای زیق درآمد داره رسیما خداوند جوش جنت کنه. اپاشونا براشون صبر جمیل عطا فرماید. انشالله که همدردیمون رو بیان میکنیم. دستر خون زیبا نام از پرام مدام اپاجون کازان سیمه تجی زیبا جون سوزین خوبه اینجونه. فیو دهم لایک. تشکر زیاد اپای فیو خوش آمدین. تشکر برای آمدن تون. دستر خون زیبا خداوند جایشون جنت گرداند. آمین آمین کازان. خدا رو شکر استاد. شما چه حال دارین؟ خواجون سمیه تجه ورسی خداوند جایش جنت کند. تجه خوشون فیو سلام علیکم. همه کسا خوارا و دادرها و اپاها معلوم سازین خوبین. شکری خدا سازین تنجین. شما سازین تنجین خوبین. دیگه جان یک بالا کن همین داداری مرا نمون که یک جاده بشینه. خیلی آباد باشین. سلامت باشین. خب با اجازت شما سر میکنیم. موضوع درس امروزه کشی زمیرلری. کشی زمیرلری. کشی زمیرلری. کشی زمیرلری. کشی زمیرلری جانشین های شخصی می شود. جانشین های شخصی. با زبان روسی لیچنی میستیمنیا. با زبان انگلیسی personal pronouns.
خب این ضمیرها رو هم کشی ضمیرleri میگن هم شخص ضمیرleri. یعنی چگونه در ترکی شخص میگیم، جانشینی های شخصی یعنی شخص در زبان ترکی هست. میتوانیم بگیم کشی ضمیرleri، میتوانیم بگیم شخص ضمیرleri. هر دو در معنا یک است و جانشینی های شخصی میشود ترجمهش. کازان تجه فیو جون سوزی نرزی سلامتی خوبان فیو معلم سخت قدرم کرده تو یاد نگیرم زبانو را هیچ جا نمیرم. انشالله یاد میگیریم اساسا. خب تکیل شکل تنها را میگن، شماره تنها. تکیل 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 شکل تنها یا شماره تنها بگیم. همون جانشین هایی که در شماره تنها میدارن، مثل من، تو، وای، اینها شکل تنها هستند. خب چاول 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 چگونه گفتیم که این حرف در بعض جا تلفظ نمیشه، در بعض جا مثل غی باریک تلفظ میشود. نگاه کنیم الکی میبینیم که یعنی تقریبا تلفظ نمیشه. چاول 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 یعنی شکل جمع، شماره جمع. خب بن من میشود، بن من. سن تو آ وای آن او وای آن او یعنی هر سه در زبان ترکی هست، یعنی این جانشین های شخصی وای آن او و مثل همین ها. خب اکنون من شکل جمعش می شود بیز ما. یعنی سن شکل جمعش می شود سیز شما. او شکل جمعش می شود آنلار می شود آنها، ویها، ایشان. خب یعنی هر همین سه کلمه آنها، ویها، ایشان با یک معنا هست. دیلیا گودمیک سلام و علیکم سلام. خوش آمدین دیلیا گودمیک. درس زبانی ترکی است، درس سوم است. خب اینها بودن جانشین های شخصی در زبان ترکی. 11 لایک، تشکر زیاد اپای دیلیا. اکنون اینجا یک گفتگوی هست، اون را میگیریم. خب لیکن نمیدونم در اکران تو کجا این چیز خوب نمایان می آمده باشه یا نه. یک می سنجیم. نمایان هست. اگر خوب نمایان باشه یک خبر ممکنه خیلی خوشحال میشه. یعنی اگر نمایان نباشه با کلان ترش کنیم. همین خیلی بهرالدین ابراهیموف سلام معلم، وقتی درس التماس کامنتر نخونیم. خب انشالله شما حق هستین، گپتان جان داره. وقتی کامنتر میخونیم فکر پریشان میشه. اما بعضی از دوستان هستن که وقتی کامنترشون نمیخونیم بعد شاید که خفه شن. از همون لحاظ ما چیکار میکنیم؟ بعضی وقت کامنتر رو میخونیم. خب از این پس کامنتری هایی که سوال به ما داده هستن یا مثلا سلام ادمین یا دیگر، خب اگر با ما باشن میخونیم. اگر در بین ختام باشه پس به حضور گپ زده میگیریم در بین ختام. بهرالدین ابراهیموف توصیه شما، پیشنهاد شما قبول شد. انشالله که از این پس نمیخواه میکنیم. سینیا تجه برسی علیکم. خب استاد ساز چی ترجمه میشه؟ ساز کلمه انگلیسیه یا کلمه ترکیه؟ شاید söz باشد. söz آیه که دو نقطه که söz وعده می شود. söz verdim یعنی وعده دادم. bana söz ver به من وعده بده. اگر باشد که با آیه دو نقطه نوشته شود. بهرالدین ابراهیم ساز افتاد.
یوسف جان حمیدov تنجی بده استاد. خب بهترین دیل گود میک نخونین ما خفه نمیشیم وقتی درس. خب تشکر. فردوس من ترکیه انا ترکی باشه اگر به شرط در یعنی عاد نمونده که در زبان ترکیه تا اوی عادی است یا اوی است که در بالش دو نقطه داره. اگر همون خیلی باشه söz میشود. söz وعده میشود. وعده. سمیت ورسی söz قبول میشود مالی. بله یعنی مثلا یا کنیم sözlük همون چی را میگن قاموس ها لغت نامه را میگن. برای چی sözlük میگن؟ برای که درونش پر از قول است، پر از گفتار است. یعنی در زبان تاجیکی همین چیز هست که میگه که قول دادی وفا کن. چه خیلی است همین وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. به این معنا یک زنبور مسئله هست. یعنی بنابراین میگم من قول دادم همین را اجرا میکنم. یعنی ben söz verdim, قول دادم یعنی وعده کردم. sen söz verdin, تو قول دادی، تو وعده کردی مثلا. سمیت جه یعنی تا جای میدونم همین خمیشه ولی قول وعده به همین معنا میاد. اگر اون معنای دیگه داشته باشه پیشنهاد کنین خیلی خوشحال میشیم. با یک جای یکون کلمه بو نو یاد میگیریم در. خب اکنون اگر این نمایان باشد خیلی نوشتن که نمایان هست پس دوام میتیم. نگاه کنیم وقتی که اکنون ما الفبا را خواندیم از هر یک حرف چند کلمه گرفتیم و باز به شکل صورت گرفتیم. اکنون در گپ زدن میدرویم. یعنی در کلمه هایی که اولین بار وقتی که یک انسان به یک انسان وا میخورد باید که چه کند گپ زند. این صورت هایی که آورده شده است در اکران میبینید اینها همش وظیفه خانگی هستند. یعنی 6-7 صورت است همش وظیفه خانگی است. خب به همون خاطر هر یک صورت 2 دقیقه 3 دقیقه میسته هم گفتنش آموختشوین هم نوشتش که بنویسینشون. البته کسانی که نوآموز هستند کسانی نویادگیر هستند بعضی شما این چیزا را خوبتر میدونه ان شاء الله نیاز به نوشتنتون نیست. از سرخوز یا بله وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن میشود. بله خب ما تکرار میکنیم شما هم تکرار کنیم و در عین زمان نویسین. مرحبا 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 مرحبا. ترجمهش می شود سلام. خب وقتی که یک نفر گفت که مرحبا نفر دوم هم نیست همین گپ میگه مرحبا 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 سلام. اما وقتی شما در کینوها تماشا میکنین یا که در ترکیه وقتی میاین گپزنی ترک ها را میبینین تقریبا ه تلفظ نمیشود. چی خیل؟ مثلا میگن مرحبا 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 مرحبا. ه تقریبا تلفظ نمیشود. بنابراین این چیزا اهمیت بدین. وقتی در کینوها دیدن که مرحبا گفتستن اگر نوآموز باشین به شرط بعد از ر انا نویسین یعنی مرحبا مرحبا در اونجا مرحبا. البته دیگر نمودی سلام ها هم هست. مثلا وقتی 2 نفر وا میخورن مرحبا مرحبا یا که مثلا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. این تقریبا به هم زبان ترکی که سلام علیکم میگن سلام علیکم فقط کم ترک تلفظش فرق داره. سلام علیکم کسی که جواب میگردونه و میگه که علیکم سلام علیکم سلام
علیکم سلام. علیکم سلام. چخیلی که در زبان ترکی السلام علیکم و علیکم سلام. خب زیادتر در شهر مرحبا استفاده می شود. مرحبا مرحبا، nasılsınız iyi misiniz؟ اما در دهات زیادتر سلام علیکم استفاده می شود. یعنی در خاصتا در دهات، در کسانی که کمتر متدین هستند و از قشری بگیم که دیندار هستند، اونها چی میگن؟ سلام علیکم میگن. اما هر دوش استفاده می شود، یعنی جای کمبودش نیست. علیکم سلام. یعنی که سمیه تجی نوشتن انمی خیر. یعنی باز دیگر نمود گفتن مرحبا هست سلامون علیکم. سلامون علیکم. علیکم. سلامون علیکم. و جواب علیکم سلام. علیکم سلام. سلام. علیکم سلام. درست. تشکر سمیه تجی. خب اینجا رو نوشتن. فکر میکنم هم نوشتنش هم تلفظش هم یاد گرفتیم. مرحبا سلام. مرحبا سلام. میگذاریم به رسم دویم. خب در رسم دویم بعد از سلام اولین کلمه، اولین سوالی که میکنیم چی حال داری؟ در زبان ترکی. در زبان ترکی میگیم که nasılsın؟ 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 چی حال داری؟ اما این برای رفیقان است، برای همسین سال هست، یا که برای کلان سالا از خردسالا سوال میکنم. اما اگر از خودمون کلان باشد خوب میشه که بگیم که nasılsınız؟ nasılsınız؟ اگر سیمه تجی بکار باشن از این نویسنش انشالله طریقه nasılsınız خیلی نوشته میشه. nasılsınız؟ خب فرهاد تجی سلام 12 لایک. تشکر زیاد فرهاد تجی، خوش اومدین. nasılsın چه حال داری؟ nasılsınız؟ nasılsınız؟ شما چه حال دارید؟ شما چه حال دارید؟ اما در جواب دو نمود می شود. یعنی بعضی جواب ها هستند که مثلا iyiyim teşekkür ederim، iyiyim teşekkür ederim، یا اینکه teşekkür ederim، teşekkür ederim. وقتی یک نفر گفت که nasılsınız؟ teşekkür ederim، teşekkür ederim. یعنی دیگر نمیگم که من خوب هستم بعد بگو که تشکر دارم. یعنی چی؟ من خوب هستم یعنی تشکر. یعنی وقتی teşekkür ederim معناش همون میشه که یعنی من خوب هستم تشکر. اصلا کلمه teşekkür ederim از کلمه etmek اومده است. etmek کردن میشود، انجام دادن. یعنی تشکر میکنم، تشکر میکنم میشود. یعنی تشکر میکنم. سیمه تجی nasılsın؟ nasılsınız؟ بله. یعنی میشود بگیم که nasılsın و برای از خودمون کلام میشود بگیم که nasılsınız؟ 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 برای از خود کلام. یا برای بسیاری مقصد میایم یک 3-4 نفر شدیم یا معلم باشه اگر سیح میدارم میگه nasılsınız؟ nasılsınız؟ خب سمیه تجی گفتن iyiyim teşekkür ederim. بله چگونه که نوشتن سمیه تجی iyiyim، iyiyim یعنی دو تا حرفی ی هست، یعنی در زبان انگلیسی y، در زبان ترکی او میگه. iyiyim، iyiyim در اصل خیلی iyiyim، 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 iyiyim. اما در وقت تلفظ دیگر iyiyim، iyiyim نمیگیم. iyiyim، 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 iyiyim teşekkür ederim. iyiyim teşekkür ederim. Yani خوب هستم teşekkür میکنم. teşekkür yok رحمت هستم. سمیه تجی برسی علیکم سلام فرهاد hoş geldiniz. خب اینجا هم انشالله که نوشتین و تلفظش یاد گرفتین. نه کدومی که نو آموز باشد اگر در تلفظ اشکالی داشته باشد یا مشکلی داشته باشد مرحمت همینجا نویسین حاضر تا که باز خوبتر تکرار کنیم یا که یکون
طریق دیگه خطی تکرار کنیم یا سوال باشه بنویسیم. یعنی یک نفر پرسید که nasılsın؟ جواب بدیم teşekkür ederim. یا که مثلا nasılsınız؟ iyiyim teşekkür ederim. خب میرویم به سراغ رسمی دیگر. خب اون مرحبایی که گفتیم مرحبا اون در همه حالات گفته می شود. خواه صبح باشد، خواه نصف روزی باشد، خواه بیگاه باشد، خواه مثلا شب باشد، یعنی در هر حالات گفته می شود. مرحبا nasılsın؟ teşekkür ederim. اکنون اگر صبح باشد عادتا یعنی در صبح وقتی که دو نفر ما میخورن یعنی دو ترک بگیم اونها günaydın میگن. Günaydın. 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 Subh bakhair mi şevad. Günaydın. Subh bakhair mi şevad. Günaydın. 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 Subh bakhair. خواهش میکنیم اینو را بنویسین تا که درس آینده وقتی که گفتیم مرحبا جوابش بدونید، وقتی گفتیم nasılsın و جوابش بدونید، وقتی گفتیم günaydın و جوابش بدونید. یعنی اینها صحبتی هستند که در بین دو شخص می رود. خب در جواب همین کلمه را جواب میدیم، یعنی günaydın. یک نفر میگه günaydın میگیم günaydın، یعنی صبح بخیر صبح بخیر. خب میرویم به سراغ رسمی دیگر. خب وقتی که یک نفر مهمان خانه می آید من نویسندگی من بهترین وقتی یک نفر خانه می آید میگیم که hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz یعنی خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. hoş geldiniz. این در شکل جمع استفاده می شود، اما در شکل تنها اگر بخوایم که یک نفر بگیم میگیم hoş geldin. hoş geldin. hoş geldin خوش آمدید. اما در زبان ترکی یک نفر هم همین خیل میگن، بسیاری هم همین خیل میگن، یعنی برای احترام. یعنی hoş geldiniz یعنی خوش آمدید. و در جواب hoş bulduk. hoş bulduk خوش باشید. اصلا کلمه hoş همون خوش میشود، خوش زیبا. bulduk از کلمه bulmak است. bulmak یافتن است. یعنی اگر کلمه با کلمه ترجمه کنیم hoş bulduk یعنی خوش یافتیم. خوش یافتیم. یعنی یک نفر میگه خوش آمدید یعنی خوش geldiniz میگیم خوش یافتیم. چرا خوش یافتیم؟ یعنی همین پذیرایی شما را، مهمان قبول کنی شما را، راه و رفتار شما را ما خوش یافتیم، زیبا یافتیم مثلا. خوش bulduk. اما زیاد در وقتی که از مغازه خرید میکنید یعنی هر یک فروشنده، هر یک خریدار رو فروشنده وقتی که چیزاش هم میگیره میگم که از همون خزینه میمونه ناخوشا چی میکنه میگه hoş geldiniz. و خریدار یعنی ما و شما همچون خریدار میگیم که hoş bulduk یعنی خوش یافتیم. خب در بعضی حالت ها این چیزا من هم ملاحظه کردگی هستم، دیدگی هستم، بعضی از ترک ها جواب میدن که hoş buldum. dum ام جواب میدن. hoş buldum. این چی معنی داره؟ hoş buldum خوش یافتم یعنی خودش رو تنها گفته. اما بسیار از مردم hoş bulduk جواب میدن. hoş bulduk یعنی خوش یافته میشود. مهم شما همه خیلی اذیت کنین که hoş geldiniz میشود خوش آمدید، hoş bulduk میشود خوش باشید.
بصیر 91 13 لایک. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید نوچه بصیر. خب مرحبا گفتیم برای در تمام وقت روز میگم که استفاده می شود. گنایدون در صبح استفاده می شود. ای گجلر از در اینجا نمیدونم ای گنلر آوردگی هست نیست. بله آوردگی است. باید یکم ایره میموندن. بعد ایره میموندیم. یک لحظه اگر بشه با ایره میموند. Günaydın, hoş geldiniz. Xo'p, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Xo'p, iyi günler. İyi günler. İyi günler meşavad روز بخیر. İyi günler meşavad روز بخیر. این сообществои фақирона мо фоида надорад, лекин поделиться кунам. Майлаш алфай басир чаро фоида надорад? Шояд ки фоида дошта боша аз 1000 нафар агар як нафарам ки бия иншолло ки хубай. Хоб ин гунлар мешавад рӯз бахайр. Рӯз бахайр. Як нафар гуфт ки ин гунлар, мо дар ҷавоб мегӯем ки iyi günler yani روز بخیر. خب یعنی günaydın صبح بخیر، iyi günler روز بخیر و پیش از اینکه خوش آمدید رو مونیم بیاین اول iyi geceler رو مونیم. iyi geceler. خب iyi günler, iyi geceler. خب اکنون iyi geceler شب بخیر می شود. شب بخیر. براستی اینجا باید iyi akşamlar آمادگی هست. فقط یک کمی علاوه‌اش آمادگی اینجا. بخشش زیاد دوستان عزیز چون در اول افی گفته بیرون ببودیم اونقدر آمادگی خوب و دیدگی نیستیم و درس معذرت از ذکر که شما یعنی اول ای akşamlar می آید بعدا ای geceler می آید. iyi günler. Günaydın, iyi günler, بعداً iyi akşamlar. Xo'p. Yani şom بخیر. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. meşavad şom بخیر. Yani begohi. Dar cevap niz همین کلمه را میگیم. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani şom بخیر. İşam buna میگیریم. و کلمه iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler meşavad şabi خوش. şabi خوش. Yani iyi خوب meşavad. İyi geceler yani şabi خوب. خوب şabi خوش. در خدمت şabi خوش میگن. şabi خوش. خواستن وقتی که
انسان خوابروی میرود میگم که این گجه‌لار یعنی شب خوش یا خواب خوش و زبان روسی спокойной ночи. این گجه‌لار در جواب نیز همین کلمه را جمع می‌کنیم این گجه‌لار. خب اکنون کلمه خوش geldiniz و hoş bulduk رو گفتیم. hoş geldiniz و hoş bulduk. Semya tecrübesi. Ben geldim, hoş geldiniz. Dünya World, merhabalar herkese. Merhaba Dünya World, hoş geldiniz. Tac Balcıvan, salam aleyküm dostum ve aleyküm salam, hoş geldiniz. خب hoş geldiniz, hoş bulduk رو گفتیم. بعد از این کلمه‌ای که یا عباره‌ای که زیاد لازم میشه برای ما و شما و پرکاربردترین جمله یا که عباره هست adın ne adın ne میشود نامت چیست. اگر بخوایم بگیم که نام شما چیست پس برای شکل احترام میاریم adınız ne adınız ne اون کس اگر بیکار باشد اون adınız رو نویسین خواهش adınız ne نام شما چیست. اما adın ne که آمد نام تو چیست میشود نام تو چیست. خب در جواب هر کس نام خودش میگه adım Ali adım Mustafa adım Muhammed adım خب Tac Balcıvan adım Basir Navacak adım Dünya World adım Semya TC herkes نام خودش. خب کی باشد در اینجا نگاه کنیم buyurun مرحمت میشود buyurun مرحمت در زبان روسی نیز пожалуйста یعنی пожалуйста یعنی пожалуйста به معنای به دو معنا میاد یعنی пожалуйста هم به معنای مرحمت هم به معنای пожалуйста не делайте или не сделайте это مثلا пожалуйста به معنای میشود که خواهش میکنیم مثلا هم به معنای خواهش کردن هم به معنای لطفا. خب buyurun مرحمت و در جواب teşekkür ederim teşekkür ederim این teşekkür ederim است اما وقت تز در معذرت teşekkür ederim وقتی جدا جدا میخونیم معلوم است teşekkür ederim اما وقتی تز میخونیم teşekkür ederim رنگی که در زبان تاجیکی میشه که تشکر دارم یا وقتی که مثلا ترکی را نمیدونستیم همون تشکر ederim هم وقتی میفهمیدیم خیال میکنم که زبان تاجیکی خط یک یعنی تشکر دارم اما در اینجا teşekkür ederim میشه. خب دنیا ورد نوشتن adınız میشه adınız فقط ı قطعی میشه. خب اگر کلاویاتور نداشته باشه هیچ کنم بگم adınız. خب در اینجا فردوس مون نوشتن adım Firdevsi بهترین. خب در کجا میخونن مرا میخونن کورس باشن سیمتجی buyurun مرحمت گیرید. بله buyurun مرحمت گیرید ما بله سیمتجی در پیش یک توپخانه ترکچم کم همسایه‌ام بهترین خیلی خوب بسیار حرفم بهترین. خب buyurun مرحمت teşekkür ederim teşekkür. خب اخیرا جمله را میخونیم
خب در اینجا hoşça kal خوش بیمان güle güle خیر. خب در زبان تاجیکی مثلا آدمی که رفته است و هم خیر میگه، آدمی در جاشه و هم خیر میگه. مثلا آدمی رفته است باشه میگه خدا نگهدار خداحافظ، آدمی در جاشه ایستادگی باشه میگه خیر خداحافظ. اما در زبان ترکی آدمی که رفته است سفر کرده است، مثلا یک آدم از پیش ما رفته است، ما در جمله ایستادگیم وای آدم hoşça kal میگه. اگر ما تنها باشیم، اگر ما جمع باشیم، 3-4 کس باشیم میگه hoşça kalın میشود خوش بیمانید برای جمع. ما در جواب چی میگیم؟ میگیم güle güle. به همین گفتگوی امروز تمام شد. کوشش کنید اینا را اگر نوآموز باشید بنویسید این کلمه ها را. خب یک بار دیگه نشون میتم تا که کسانی که ننوشته در آخر افیر تکرارا تماشا کنید. اگر از دریا کنن اسپید کنن بنویسن، اگر اسپید نکنن افیر تکرارا آخر افیر تماشا کنن این کلمه را بنویسیم بگیریم. وظیفه خانگی از همینجا چند صورتی که واضح گرفتیم، چند رسمی که گرفتیم از روی رسم بگیم، اینها همش وظیفه خانگی هستند. خب درس آینده میپرسیم. درس آینده چه خیلی کمی ها سلام علیکم هستن، میگم مثلا سمیت جه مرحبا، شما باید اونجا مرحبا بنویسیم. یا مثلا اپای فیو nasılsınız، شما اونجا باید بنویسیم که iyiyim تشکر داریم. یا مثلا دنیا بار خودش استاد از در زبان ترکی، اما به هر حال میپرسیمشون که یعنی یک اکشنlar دنیا بار و دنیا بار جواب دید. دنیا بار استاد یک سوال همین saçmalama چی میشود saçmalama؟ راستی نفهمیدم باشه، نمیدونم راستی saçmalama رو نمیدونم. saç موی سر میشود فیلم ها وقتی نکنم saç موی سر میشود نه که saçmalama راستی نمیدونم. اگر همین کی ندونه اپای سمیت تجیب راسی saçmalama چی میشه باشه. خب رسمی دویم فکر میکنم نویستگیش انشالله. رسمی سیوم. خب کسی ننویسته باشه ویدیو را پاوزا کنه بعدا بنویسه شون. دسترخوان زیبا میگه به عقلی نکنی میشه، saçmalama هم خیلی میشه که دسترخوان زیبا. saçmalama از ما میگن بفایده نگوین یا به عقلی نکنین با فکر راستی ما نمیدونستمش. saçmalama خب از آن دست کشید بروس
فردوس موینوف از اون دست کشید میگه. رحمت برای جوابتون. سلامت باشین دنیاوان. خب یعنی برای همه شما رحمت فرسته. خب در همین جا درسی زبان ترکی برای نویادگیران به پایان رسید. ساعت هم 8 شد. از کتاب استانبول A1 اگر یکم کسی خواهش داشته باشد بعد از شاید که یک 10 دقیقه شروع میکنیم. در ساعت 8:10 درسی زبان ترکی از کتاب استانبول A1 رو سر میکنیم. همین روز در مترو یک دختر دکانش همیشه میگفت فرما. خب در همینجا خیلی خوش میکنیم و گفتنی هستیم که hoşça kalın. hoşça kalın. Görüşürüz. اگر رشک کردین یگان گپ گوییم بعد در جواب سچمالم میشه. فرما. خب دوستان گرامی در همینجا خیر خوش میکنیم چون که ما بگیم چند خشی برنده بودیم اومدیم یک 15 دقیقه یک سلاس میامور یکون چی تنمول کنیم. ساعت 8:10 باز درس سر میکنیم از کتاب استانبول A1. فیو رحمت معلیم. سلامت باشین. خداوند نگهدارتون باشه. موفق و مؤید و سربلند باشین. افیر ختم میکنم. تشکر از همتون. خوش اومدین همه کسا. فردوس موینوف çok teşekkürler. سلامت باشین. rica ederim.